در حدیث دیگه که از ابی هریره رضی الله عنه روایت است، پیغمبر علیه السلام میگه من اتا کاهنا، کسی که در پیش ساحرا امیال جوگیا امین دوایی که نشسته. ببینه ما گاهی بسیار قهر به خاطر میشم که ما میبینیم به چشم سر، ای دولت هم میبینه، این مسلمانای دیگه هم میبینه که در سر منبرا و سر قبرا فقط کسانی را طعن و لعن میگه، وهابی و خارجی و یهودی و نصرانی یاد میکنه که کسایی که واقعا پابند دین هستند. اما یک روز کسی نگفت که این دو نشسته و زن مسلمان برش نشسته از پیشش تاویز میگیره. او مسلمانی که در سر راه نشسته خود سید معرفی میکنه، لعنتی الله خود سر زو بیازو است که خود منصوب به سلسله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم میکنه، لیکن بازم اعمال کفری را انجام میده. کدام توهینا نیست که ما در مقابل قرآن کتاب الله نکردیم؟ آیت قرآن نوشته میکنیم در شاخ گو میدیم که شیرش اضافه شوه سرکشی نکنه. آیت قرآن نوشته کردیم در ران زن بسته کنیم که ولادتش آسان شوه. این همین جامعه است، همین ملا هست، همین چهره ملا را داره، همین رشه داره، همین لقب به خود میده که من سید و آقا و فلان هستم، اما توهین قرآن میکنه. ندیدی فرخنده چرا شهید شد؟ تاویزایی از وارا درد داده بود. این مردمونه بهانه جور کرد. کس بس یک کمکی شور خورد دولت.